أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و خداوند متعال خودشو میگه من متفرد در ملکوت هستم، زمین و آسمان از آن منه. بعد میگه هل من خالق غیر الله، آیا خداوندی خالقی غیر از خداوند هست که شما رو صدا بزنید، اونها رو بخونید، اونها رو واسطه قرار بدید، اونها رو شفیع قرار بدید؟ مگه من به شما دستور دادم برید مرده ها رو شفاعت کنید، این قبرهای صنعتی رو شفاعت کنید؟ دروغ. خداوند یک کعبه مشخص کرده، اینا صدها کعبه درست کردن در مقابل کعبه راستین. رمیدی از خداوندان افرنگ، ولی بر گور گنبد سجده پاشی. به لالایی چنان عادت گرفتی، ز سنگ راه مولایی تراشی. این دین محمد. با دین محمد چی کسی تونسته با دین محمد علیه السلام این چون بازی کنه که اینها کردن؟ دوستان محترم، شنوندگان عزیز، مسئله خیلی بغرنج‌تر از اینه. فکر نکنید که به این سادگی هاست، خیلی بغرنج‌تر از اینه. والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر. جناب گوش خدمتتون باشه تمام سخنم تمام بکنم. شما کسانی رو که از غیر از خداوند میخوانید به اندازه پوسته خروار هم مالک نیستند. این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگه اونا رو بخونید دعاتون رو نمیشنوند. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر بشنوند تازه به دعوت شما استجابت نمیکنند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و در روز قیامت اینها به کفر شما به شرک شما کفر می‌ورزند، یعنی منکر کفر شما میشن، منکر شرک شما میشن. ولا ینبئکم مثل خبیر، هیچ کسی مثل خداوند خبیر به شما خبر نمیده. آیا این همون سنویت زردشتی نیست که از آخوندیت ظهور کرد، از خلال فلسفه ملا صدرا آمد بیرون، از خلال افکار باطنی خمینی آمد بیرون؟ ولذا از خدا به تفسیر و شرک نکنید. ای مردم، خودتون از شرک نجات بدید، از بدعت نجات بدید. بلکه قرآن و پیامبرش میگه که انک میتون و انهم میتون، میگه تو میمیرید اونا هم میمیرن. کل نفس ذائقة الموت.